اینجا یه تابلوی قدیمی داریم. قسمتایی که به رنگ سبز در اومدن اکسید شدن. اینطور که مشخصه وقتی کار تموم شده از فیکساتور مناسب استفاده نکردن. اول با یه دستمال نرم بومو پاک میکنم تا گرد و خاک روی کار پاک بشه. رنگم رو رقیق نمی کنم چون ممکنه باعث بلند شدن بافت زیرین بشه. چون زمینه کار برجسته است از قلموی نرم استفاده می کنم تا بافت حفظ بشه. با یه دستمال یا ابر کمی رنگ رو به حالت پتینه روی کار می زنم. اینجا از ورق طلای مایع استفاده می کنم. ترکیب وارنیش براق و پیگمنت طلایی. این ورق طلا احتیاج به فیکساتور نداره، ولی چون کار قدیمیه و رنگ اکریلیک هم مجدد استفاده شده بهتره که کارو فیکس کنیم. از اسپری کیلر دوپلیکالر استفاده میکنم. 2 دست کار رو اسپری میکنیم. در آخرم اسپری به صورت برعکس میگیریم که نازل خالی بشه.